نشانه پنهان که ثابت میکنه بدن شما از چیزی که فکر میکنید سالم تره. نشانه اول اینه که زیر 20 دقیقه خوابتون میبره. سیستم عصبیتون تنظیمه. نشانه دوم اینه که تند راه میرید. مطالعات نشون داده کسایی که سریعتر راه میرند عمر طولانی‌تر، قلب سالمتر و متابولیسم قوی‌تری دارن. نشانه سوم اینه که صبح با گرسنگی بیدار میشید. این به این معنی است که متابولیسم، هورمون کورتیزول و انسولین شما همه در تعادلن. نشانه چهارم اینه که زخم‌هاتون زود خوب میشن. این به این معنی است که سیستم ایمنی و فرآیند ترمیم سلولی در بدن شما فعاله. کندتر شدنش علامت اختلال متابولیکه. نشانه پنجم اینه که بدون قهوه هم میتونید کار کنید. کیفیت خوابتون خوبه و غدد آدرنال خسته نیستن. نشانه هفتم اینه که پوستتون شفافه. پوست صاف و شفاف نشونه تعادل هورمونی، سلامت گوارش و التهاب پایین در بدنه. و نشانه هفتم اینه که میتونید بدون خم کردن زانو انگشتان پاها رو لمس کنید. انعطاف بالا به معنای جریان خون بهتر، تحرک مفصل‌ها و ریسک کمتر آسیبه. اگر چند مورد از این نشونه ها رو دارید، بدونید که بدنتون داره عالی کار میکنه. شاید وقت این رسیده که قدرش رو بیشتر بدونید.